یه لحظه بگذر از ذکر و مشغله و برو به سمت حسه سر تکون بده حالا با بیت اوزی یکم برو تو حس و حال فاز و ریتم موزیک که در ورق قلم هدف همش ربط خاصی به اوج و رشد پیشرفت رپ فارسی من و تو باید تا تحت صحنه واسی میدونم اینو تو هم موافق با حرف یاسی من میخوام تو مخ برم یه کمی هرج و مرج کنم و درد و رنج و من به سبک رپ ترجمه‌اش کنم و درس و مشق من نوشتن است از تو از خودم تو پس بذار که رپ کنم از عمق درد مردمم خب میدونی من مصر گفته های پیشم دشمنای ما دلیل افت ما نمیشه خفته های دیشب حالا بیدارترینه همه در